سلام و درودی به پایان بر مخلصان کانال ما در ماه رمضان. خداوند روزه نماز همه را قبول گرداند. دوستان زنده و سلامت باشند. اگاه جمعه انشاءالله روز سعید حج المساکین الکه مردم آمادگی دید ایستادن در همین بازار یکمش است که پگاه بازار است و یک برادر سلام میرساندن بر همون اکای محمد امین. خیلی باز شد که سلام همون اکا من نبرسادی هم برای همون حضرت میخوام همون سلام برده همون حضرت رسانم تو اینکه همین امانتی همون کس از من نماند و هر چیز زودتر برده امانتشان برده و دستشون رسانم. دوستو برای شما از همین از نزد بازار گذشته سادمه خواستم کمی هم باشد همین نوار گرفته روم هرچی و گفتی روزای کانتنت شدگی. دوستان عزیز وطنی عزیزی مورم هواها گرم ماشاءالله. این درخت ها هم سبز شدگی. البته میوجات امسال به فکرم کمی کمتر است غیر از آلوچه و گیلاس و سیب در این منطقه مسشوی موقعی کمی هم باشد. خیلی الحمدلله که همیناش هم هست که اکثر چیز سرما زد، خصوصا انگور و بادام و شفتالو و دیگرها را سرما زدگی بود دوستان عزیزی ما. اما کمی هم باشد همین الحمدلله که آلوچه و گیلاس و سیب هسته دوستان. از نزد همین مزار زرافشان گذشتم. خداوند گذشتگانی علمی خواب بودگه همین جنگی آدمان رحمت و مغفرت نماید. دوستان عزیز میخوام با همه اکوی محمد امین کمی یک دو سه سخن ملاقات کنم یک امانتی بود. همه امانتی را رسانم برای ما اکو کسی که نداند کی است اکوی محمد امین که یک شخصی خداوند بینایی را از اون کس به فکرم گرفتگی باشد. ما راستی خودم ملاقات کردگی نیستم عموما با اون شخصیت. میخواهم همون اکو خطی سلام علیک کنم چون که هر بار نوارهاشون در کانال میگذارم اما خودشون قطعی عموما ملاقات کردگی نیستم دوستان. اینه چخیل رنگ سبز برای انسان یک نیرو میبخشد. واقعا رنگ سبز رنگی خوب است دوستان. چشمم دم میگیره. ایستگاهی اوجی هم میرفت از اینجا کسی که نداند کسی که همین ایستگاه یاد کردگی بود اگر همین ایستگاهی اوجی هم میرفت. خدا دولت همین مسافرکشا را زیاده کند که در خدمت مردم هستند. خداوند همه را نگهدار باشه. با همراه یک برادر رفته ایستادیم نزد همون اکو. راستی من خانهشون اگر در این منطقه هم باشم نمیدونم اما رفته ایستادیم به خانه همون اکو. خداوند در عمر جان اکو برکات دهد در کارهای زندگیشون در چه حال و احوالی که نباشن خداوند برکات دهد و از هیچی کم نباشن. اگر ویدیو به شما پسند آید دوستو حتما در کانال ابونه نبودید و ابونه شوید برای دستگیری پیشروی کانال. قرار داریم و در همین لوی کانال که اینجا پایان قشلاق حاجی امیرов میگن اینجا و همین خیلی زیادی این مردم حاجی امیرов هم کمسمول در زیر همون کوه هستن. پایان میگردم همینجا خونچون
یکمانگی هم همینجا خونه اکوی محمد امین بود است دوستو اینجا میریم قطعی اکوی یک ملاقات میکنیم راستی هم نمیدونم از اکوی چی پرسم چی گویم خیلی البته اساس سبب چی اساسی همون برادر است که پیغامش رو برای من اکو میرسون میخواست که همین ارزوی اکوی محمد امین برابر کند با اکوی افضل شادی حوجه افضل شو خطی به فکرم صحبت کردگی بوده است میخواهد که همین ارزوی اکو جامعه عمل پوشد به فکرم همین مسجد می اومدگی بوده است کدام وقت نمیدونم انشالله امیدوار هستیم که همین اکو با همون حضرت ملاقات کنم دوستان زنده و سلامت باشه اینجا کوچه بوده است من فکر کردم این تلویزیون بره اینجا خونه اکایی محمد امین است دوستان بابا جان پیش شما دست راست خونی من یکی نمیگه اینا هر دش میمونه من یکی دره جا پرت چیه بسم الله درش بعد شاد میشه بسم الله السلام علیکم و رحمت الله گذره که شیر مخشونده بکنم شیر موج شته خیرات کرام بنگی به خرسانی های دنیا الله اکبر السلام علیکم وی مرزامین تینجه محمد امین سانتوت خوب است بردمه همه وقت تنسیت و سربلند باشید برکه و در خدمت خلق در خدمت مردم باشید آمین آمین راستی گفت همین چندین بار شد که همین حضرت همون که نبوره شما کم کم باشد برای من میتیم من در همین کانال میگذارم با خیلی مردم شما را اینه که دستگیری کردن گفتن که مثلا رحمت خیلی اوازی خوش دارن ایلیم کم نشون گفته همین چیزا را سخنتون بریدم من سال 1995 دوم و اوبوزیکای موسیقی صادقان حافظ دیپلم ساختم ماشاءالله با از بس که از سببی که چشم کمتر مثلا ضعیفی کرد من یکم کلام بود باید من از سال 95 سیوم کورس اینستیتوت دانشگاه صنعتی میرزا ترسونزاده قبول میشدم اما وقت سیوم چهارم پنجم کورس و فیلارمون دانشگاه با کار میدونم بعد چشمی که ضعیفی کرد و من از صنعت مثال در دور شدم نه که من هنرم بالا بود ماشاءالله فهمیده هر چیز پیش اصلا میشد است از تنی صحت خاطری کم لیکن من خوندم به همه مثال تنی ناصحت نگفتم و خوندم تمام کردم این چشم نازکترین عضو انسان بوده بله قدرش باید رسید به قدر این گوهری نایاب نعمت مثال خداوند برای انسان این چشم همچون نعمت میتید این به قدر این چشم رسیدن نکن این چشم نازکی بود لیکن من به همه مثال کسی چشم نگاه نکردم خوندم باور کنید دیریکت ترکم وقتی خدا رحمت کنه ولی استادی من مطالعه خوندم گذاشتم برای من تمام کردم با استاد ممنون بودم جانشین و یا استادا گذاشتم گفتم بابای محمد امین شما مسجد میرید لیکن در اونجا نمی سبزید همه جی استید کمتر کارت بودن خیلی اون وقتی سال 95 خودتون میدونید که چهل یک دوری وزنیمیدی تاجیکستان بود همون سالا باور کنید مردم مهنت میکردن لیکن که چینجی نبود انکن دولت برای آرامی مساعد بود شکری همین جناب عالی که امروز صد بار شکر آن آرزویی که مردم در دل داشتن شکر خدا امروز اون آرزوی بابای مالی امروز عملی شد مردم انا با تینج آسوده
زندگی کردیم. خیلی با من آن عرضه که در خودم عملی نشد 100 بار شکر میکنم که من این روز در فرزندام عملی کردم. انا مثال من خونه پدرم گذاری پاییننده انا اومدم حالی دیده این طرف خونه های نپوشید و کنه من سالی 2003 همینجا کوچیدم فرزندام مریده بودم اومدن مهنت کردن یکش 1996 صد با شکر امبوزگار برای خلق برای وطن خدمت کرد بهترین کوتی پرزیدنتی برای که آقام بابای مامالی قبول کردن خواندم تمام کردم در دو مکتبی 4 2-3 سال درس دادم با میدانچی نو داشتم محلی نواباد و با اونجا میدان پوشیدم منزل الان بابا شاهدم برون با اون وقت نصیب باشد میبریم منزلای میبینیم آموزگار برای همونجا جا کردم فرزند دیگه 100 بار شکر رسیانده 100 بار شکر کار کرده مهنت کرده همین فرزندی سه من 100 بار شکر بچه ها هایم دستگیری کردن بهترین بتونی صحت چی میگم همین شکری تونی صحت گفتن در کار خیلی که روزگاری فرزنده راهبری کرده نه که چشم به درجهش چی میگم تماما نیست نه همه که حبلیان نمیگرم جای دور نمیرم برای که بابا جان برادران ما فیروز جان اقبال جان رامیز جان میریم شهرها میبرن من این دوستای نزدیکم اینا جمعه خودم خیلی کنم آزرده نیستم در دنیا الحمدلله هر یک آدم مثال در دنیا چی میگم با خودش مناسب دوست داره همین خیر 100 بار شکر شکر این وطن شکر این آبادی شکر این دیار شکر فرزندکا شکر رزق روزی گفته زندگی کرده بهترین راستی یا دوستی عزیز من خودم هیچ نمیشناسم یک پیغام کرده بودم گفتن که همین پیغام برده دست یکو میسپره اگرچه نوچیزم باشد گفتن من راستی از اول رمضان میخوام این نزد شما بیایم هیچ فرصت گفتم که نگفتم که نزد شما امروز گفتم که من همین هر چیز زودتر بیام همین امانتر سفارم و به همین گفتگونه که خلاص خورم با خداوند عمر باقی باشه دیگه با خدا خود میبینیم و همون دوست عزیز گفتن که ما با حاجی همزمشو وای کردیم تماس گرفتیم گفتن خدا خواهد نمیدونم که که همین فوتیه خونی میام دست ما حضرت مسجد بعد آقای محمد رجب گذاشتگی هم که همونجا بیان همونجا به فکرم فوتیه خونی میامدیم و انشالله اگر خداوند نصیب کند بعد همونجا انشالله شما رو میبریم با همون دوست با همون عرضتون انشالله چی گیم نه من همین دوام 4 سال دوستان همونجا خوندم اگر دانه دیگر بالای پنجشنبه های با بدوی استانوفتی گلبهار های با پلیتکنیکسکی گربل نیستای همونجا یک قصر بود حالی همون قصر ابریشمش میتنه که حال نمیدونم من چند سال ها خوجان درفتیم نمیدونم قصر ابریشم من همه وقت میدونم همونجا من میرفتم خیلی جایی نشستش مثلا سال میشه بگه و حافظ پاییننده و میشتن خیلی اون وقتی چشم کمتر روشن بود بعد تماشا میکردم نکه غیرت نمیکردم صحنه با برام هنر ما اونجا نشان بچه ها بودم بابا بروی نمیفتم نه همون سالا لیکن همون سالا ما حال گفتم تکرارم شد همون سالا مردم در تهلکه بدن آخی وضعیتی تاجیکستان متشنج بود مردم میترسیدن لیکن استاد به حمق مثال نوچینجی وطن با اون میامدن با سرود میخوندن بعد سرود میخوندن که یک سرودی وی داشتن و میفتم استاد حقانی استاد نوترس بودن حاضرم میگم بهترین خیر سروداشون هم میخوانن در کسب کارشون برکتی از خداوند دنیا رو بین میگفتن اون وقتی مکتبا کساد بودن دیگه دنیا رو بین میگفتن سوداگر و بازار رو بین به مکتبی ما رو بین دنیای عجایب رو بین میگفتن سرود میخوانن و بعضی مردم میگفتن که همین استاد افضلشاه شهودی حقانی حافظی نمایان وطن و بعد نمیترسن خیلی حقانی استاد هر یک شرایط زمانی وطن به همین سرودهای موافق میخوان حقانی حاضر هم هستن نه که من هرچند غیرت میکردم صحنه برم
عجیب میشم میبرونم هر طرف گل میدادم میخونه من حواسم میکرد و بچه ها میگفتم برای دو خونه یا با قایل شد خیلی کن در مچایی شکر خدا غیرت های عجیب میشنم مثال صحنه پر از آدم نه که شکر خدا اگر من گفتم سلامتیم اگر تیم میشه نه بابا جان جانی خدا من حافظی مثال من بودم صد باشو اگر من جای تعریف نه من فیلارمانی هم مثال نلرزوندم همه چیزایی که آدم همین چشم نازکترین عضو انسان بده 90% اگر خطا نکنه مثال سخنم خطا نباشد 90% انسان چشم تشکیل میکنه که شکری همه عضوهای بدن پارم برای انسان ضرور دستم ضرور چی میگون سری آبادم ضرور که مثال دنیا رو آدم درک کنه صد باشه همه عضوهم تینجانه خیلی شکری نمیکنن ده دوستان الحمدلله صد با شکری با بچه ها میکنن صد با شکری این وطنی آباد میکنن با شکری خدا دوستا رو دارم بابای ملاحافظن فیروز جان هستن جان اقبال جان دوستا رو نگهدار باشن همه دوستا همین زمستون باور میکنید هر زمستون مثال من میشینید زمستون چه شب‌هاش روزاش زمستان سرد و تاریک میگون شاعرها خصوصا همین زمستان چه بهاشون من فهمیدم چرا در ایهاتی دوستا بودم من صد باش هر روز میام در بابای ملاحافظ ماشین کتی میرفتیم شهر یک جای چی میگم آبادانده میشیشتیم و مهمانوار یک پیاله چای در ایهاتی دوستان می نوشیدیم بعد سرود میخواندم این دوستا گوش میکردم با مهمون بهترین رحمت باید چنین دوستا که برای شما هستن فقط دعا میکنم که همین دوستا همه وقت تنصیحت باشن سربلند باشن خدا کسب و کارشون خدا کشایش دیده الان خیلی دوستایی که مثال چی میگم تنیس حل ندارن که در قطار اختارشون میگفتم بابا شما رو هم در قطاری مانه باور کنه من میگشتم با خونه میامدم میگفتم من چشم نداشتم با خودم همطور شکرانه میکردم که صد بار شکر چشم ندارم لیکن دوستای قابل دارم با میامدم با فخر میکردم با دلم در زندگی کشاده میشه که در دنیا حقانی صاحب داشتیم صد باشه هر انسانی مثال دانشمند باشد و با مثال یک عضوش اگر کم باشد با در گرد اطرافش دوستا بدیم صد باشه شکری علمی دوست کار صد باشه خدا کشایش کاش احمد این چین امین برای مخلصایی که شما رو تماشا میکنن چی گفتن هستید هر بار دستگیری من برای دوستا کامنتاری خوب مینویسن در زیر هر بار نوار میگذارن در زیرش کامنتاری خوب مینویسن من چند سرود با همراهی همین دوستا چی میگن در شبکه یوتیوب صد با شکر شما رحمت برای همین دستگیریاتون مثال فشرده مردم کردید سخنا را صد با شکر نکنم برای همون مخلصا برای همون دوستا من سرول تنیسیت میخواهم خاطری جمع میخواهم هر کسی که ما را میشناسد خدا اول تنیسیت خاطری جمع همراه او باشد همه وقت ما با در خدمت خلق در خدمت مردم هستیم آینده خواهیم بود خدا خواهد سلام باشید رحمت زنده و سلامت باشن اکو اگر گفتین که علاجش میشد اکو ما همون مسجد هستیم بحثای مسجد داریم اگر باشد اون دو روبوی مسجد اگر خونید برای مخلصا و خیلی خوشحال میشم بچه و اینچین یک از درخواست کرده بود که اگر علاجش باشد اکو یک تا شعر بده از بازار لایق می نامش چی برادر در هر چند گفتم مثال تیار کنم ها آن سرود دل به نزدیک لیکن وی مثال تیار کردن ها من خوندم بازار لایق بازار لایق بازار به حد سبکی من به نزدیک بوده باور کنه سبک یک حافظ با دیگر حافظ اکو چی میگون هر خیل حافظ با اون سبکی لایق بازار خوندن نمیتوانه لیکن من خوندم مثال ویس حل مشکل وی با ترشش رسانیدن ویس حل مشکل گفتم که خیلی اگر نصیب باشه با اگر نموشته با هیچ گم نه که هم خیلی درخواست دارم شده نه که حرکت دارم همین گفتم که
خدا خواهد انشالله اگر یک کمبودیش همین که من همین اوله که خونده تمام کردم همین یک سخنی زیبا رو من به شما دوست بابای ملافیزم برای من دوست من یک چیز رست نمیکنم از دوستان من در اویلی دهقان تولد شدیم دادام کمبغل نبود ترکتریستی پیشقدم امین خواجگی سابق کوی بشد همین روزهای نزدیک بعد شد حاجی اکبر امیرов دادای من 40 سال ترکتریستی مثال پیشقدم همین قشلاق همین خواجگی سابق کوی بشد بدم صد بار شد خیلی من در اویلی مثال ترکتریست پیشقدم بعد فرزندای پدر بسیار بودن یک پدری اول مثلا اکا دادر نداشت و میگفت که بچه‌م من حرکت میکنم برای یک اسباب خریدید لیکن بیچاره زندگی دستش نمیداد چون که همون سالایی که مثال من در آموزشگاه میخوندم اون سالها آرد بود پول بود یک آدم خیلی مثلا 5-6 فرزند خواندم سال مشکل بود هرچند حرکت میکرد آدم هیچی نمیکرد و میگفت که فرزندم پول گیر خون لیکن من اون پول پدر فقط برای نان وای میکردم چی میگم صرف میکردم برای ایل خودم عذاب میدادم حالا بعضی شخصیت ها هستند یا پول میتین بهار میخرم این نادرسته همه خیلی خوندن در کار که آینده آدم یک چی میگم یک در من چی میگم زندگی یک راه زندگی رو یا بده آینده با پدر و مادر مثال فرزنده پدر با صاحبی کنه بله بعضی شخصیت ها برای علم بعضی شخصیت ها برای چی میگم پول میخونن برای دیپلم میخونن هستن با شخصیت هایی که برای علم میخونن آینده روزگاری فرزندگاه پدر آینده پدر و مادر رو درخشان میسازن با شخصیت هایی که هستن که برای دیپلم برای نرفتن مثال بعضی شخصیت ها اگر سخت افراد همین برای نرفتن از خدمتی چی میگم وطن مادر خلاص شدن گفتم میخونن لیکن همون دیپلمی که میگیرن هوای علم در مثال بیشتر نیست هم خیلی شخصیت ها اگه شکر خدا من علم با کلام مثال جا با علم وای کردم با هنرم نشون خدا سلامت دارد دوستی مو راست منم گفتم که مردمی که در کامنتر مینویسن من نمیشناسم شونو لیکن یک شخصیت برای شما اکاردیون وعده کرده بودن ان شاء الله خاص میگوین که تو تیرما ان شاء الله همین اکاردیون وارد دست شما میتونم گفتن دوست عزیز حتما از اون وعده دادگیتون استیده اکارا حتما اکاردیون شما تیرما گرفته بیارید با ما خدا خواهد با ما اکاردیون که شما میبیارید برای شما یک نواری جالب میکنیم تو اینکه بهره‌مند شوید اگر که سخن به درازا کشیده اگر علاج فعل یک دو سه مثال اگر بایته مسجد شود اگر و خیلی خوب میشد من با همین خداحافظی میکردم با شما هم از شاه بنرم از شاه مزارها دارد آبهای خنک و چشم سار ها دارد کس مست شود از ناله کبکانش صد شکری خدا بزرگوارا دارد در شهری مسافری دلم نالونی آدم به غمی همیشه سرگردونی امشب چی شبی که یادی آکشم کردم بر خونه باگی دلم پزمونه لعنت به کسی که از وطن کنده شود افتد به غریبی و به کس بنده شود افتد به غریبی و نیابد شادی این مرده 100 ساله زینب زنده شود سلامت باشید سلامت باشید رحمت برای خدا کشایشی کارد یا برای شما برای دستگیری مردمی که
هنرشان را در شبکه شما نمایش میدن برای مردم، برای آبادی، برای چی میگن زیبایی همین دیار همه وقت آباد باشید، سلامت باشید، تنصیحت باشید، همه وقت در خدمت خلق و در خدمت مردم باشید. فقط تنصیحت خاطری جمع خدا کشایش کار و برای کار الله اکبر. برکه آوید. سلامت باشید.